در دنیا اگر یک مسلمان میکشد، یک برادری مسلمان به قتل میرساند، خداوند به او 4 وعید میکند. یکم وعید همین که تو باشیشگاه دوزخ است، تو هیچگاه راحتی جنت نمیبینی، بوی جنت به مشام تو یک قاتل نمیرسد. و دوم لعنت پروردگار به توست، و سوم غضب پروردگار به توست، و چهارم برای تو هر گونه عذابهای دردناک در دوزخ منتظر است. روز از روزها تو هم از دست یک قاتل دیگر با کشته میشه و در این چاه دوزخ پرتافته میشه. مؤمن در نزد پروردگار قدری بلندی دارد. بار پیغمبر خدا میگوید نزد کعبه آمدن، کعبه ای که ما و شما 3000 و 4000 دلار میتیم زیارت میرویم، چه مکانی مقدسی هست. آمدن و گفتن قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، یک حرمتی مردک مسلمانی که بیچاره هیچی ندارد فقط نمازخوان است، قسم به خدا گفت در نزد پروردگار از تو در یک کعبه حرمت یک مسلمان بلند است.